من این خاطرات رو از کجا میارم؟ باید بگم از طریق شخصی که کارش دعانویسی قرآنیه و موکل مسلمان داره. اکثرا خاطرات کسانیه که واسه رفع مشکلشون بهش مراجعه میکنن بر اساس یک رویداد واقعی. من استاد دانشگاهم. یه دختر خانومی دانشجوی من بود. اون مدتا بود درست و حسابی سر کلاس نمی اومد و خلاف ترمای قبل نمرات افتضاحی می گرفت که اصلاً قابل قبول نبود. بیشتر اوقات غیبت داشت و وقتی هم که بود حواسش توی کلاس نبود. یه روز واسه گرفتن نمره خیلی بهم التماس کرد و من بهش گفتم هیچ جوره نمیتونم کمکت کنم، چون شما نه سر کلاس میای نه حواست توی کلاسه نه درسی میخونی. اگه مشکلی داری بگو، شاید بتونم کمکت کنم فلانی. الان اسمش رو نمیخوام بگم و توی بازگو کردن خاطرات از لفظ دختر استفاده میکنم. خب بعد از این شد که با گریه شروع کرد به گفتن وحشتناکترین راز زندگیش. اون تعریف کرد که 2 سالی از ازدواجش گذشته بوده و بچه دار نمی شده. شوهرش باهاش بد اخلاق شده بود و باهاش خیلی سرد رفتار میکرد. از اون طرف هم خانواده شوهرش حسابی اذیتش میکردن و مدام دنبال نوه بودن. تو این مشکلات کم کم اینم شیطون گولش زده و به سمت گناه کشوندتش. دختره با پسری آشنا شده که جبران اون بی‌مهری‌ها و اذیت‌های همسرش بشه. اسم اون پسر محسن بوده. خلاصه چند وقتی با هم دوست بودن و کم کم عاشق همدیگه شدن تا اینکه ارتباطشون به رابطه جنسی کشیده شد. اون گفت که گاهی خودش به خونه محسن میرفته و گاهی هم اون یواشکی به خونهشون اومده. همسرش هم درگیر کار بوده و همچنان باهاش سرد و بی‌توجه رفتار میکرده. اون گفت که رابطه زناشویی خودش و همسرش از این جمعه تا اون جمعه بود. گاهی هم حتی کمتر، تا اینکه یه روز رفت خونه مادر شوهرش. یهو با حالت تهوع سمت دستشویی دوید. مادر شوهرش اومد دنبالش و گفت حتما حامله‌ای. اونم گفت که غیر ممکنه و احتمالاً مریض شده. ولی مادر شوهرش همچنان پافشاری کرد که تو بارداری. خلاصه این که دختر رو بردن و آزمایش داد و دید بله حامله است. خودش تعریف کرد که از یه طرف خوشحال بود و از یه طرف نگران رابطش با دوست پسرش محسن. به خصوص این که بعد از باردار شدنش همسرش خیلی باهاش خوش اخلاق شده بود. اون تصمیم گرفت که یه روز با محسن قرار بذاره و حرفشو بزنه که رابطه‌شون رو باید تموم کنن. ولی محسن هیچ جوره زیر بار نمیرفت و مدام میگفت تو حق نداری منو ول کنی. یه بار با هم دعوایی خیلی بدی کردن که یهو وسط دعوا محسن یه چیزی به دختره گفت که تموم تنش یخ کرد. چنان رعشه‌ای به جونش افتاد که تا سرحد جنون رفت. محسن بهش گفت از کجا معلوم اون بچه مال من نباشه؟ دختره نفسش بالا نمی اومده. گوشی رو قطع کرده و رفته تو فکر. با خودش گفته اونا که 2 سال ازدواج کردن و بچه دار نشدن. حالا چطور تا با محسن وارد رابطه شده حامله شده؟ عین مرغ سرکنده، نه رو زمین بوده نه تو آسمون. اون واسم تعریف کرد که چه حال بدی داشته. فقط به این فکر میکرده که بفهمه این بچه لعنتی مال کیه و اگه مال شوهرش نیست باید نابودش کنه. بله اون به فکر سقط جنین افتاد. هر روز که میگذشت بیشتر شکمش بالا می اومد و بیشتر قصه دار می شد. همش شوهرش بهش میگفت چرا خوشحال نیستی؟ ما از خدا همینو میخواستیم. اون گفت که من هم خوشحال بودم هم مثل سگ پشیمون. به نظر خود منم این حداقلش بود، چون این خیانت و این رابطه نامشروع زندگیشو تحت تأثیر قرار داده بود، ولی دیگه دستش به هیچ جا بند نبود. اون گفت بعد مدتی فهمیدم بچم پسره. ادامه داد که به شوهرش گفته ببین بیا این بچه رو بندازیم. ما الان موقعیت بچه دار شدن نداریم. رابطمون با هم سرده، کلی با هم اختلاف داریم. منم با وجود درس و دانشگاه واقعا نمیتونم. که یهو اونم عین دیوونه ها داد زده اصلا معلوم هست چی میگی؟ محال ممکنه. دیگه حرفشم نزن. بیچاره شوهرش. بلند شدم و یه لیوان آب خوردم. پشتم به دختره دانشجوم بود و گفتم ادامه بده. اونم گفت که فکر و خیال دیوونش کرده بود. نه شبش معلوم بود و نه روزش. واقعا مریض شده بود زیر بار این همه چه کنم. گفت یه بار به محسن گفته بیا بریم دکتر آزمایش بدیم. تکلیف این بچه معلوم بشه، من دارم دیوونه میشم. خلاصه با کلی التماس و گریه و خواهش و تمنا محسن راضی شد که برن آزمایش بدن. با کلی دوندگی و پول پله دادن به این و اون رفتن آزمایش دادن و معلوم شد که بچه مال محسنه.
حالا اینکه قبل از به دنیا آمدن بچه همچین آزمایشی میشه انجام داد یا نه رو من نمیدونم. دختره تعریف کرد که بعد از آزمایش دیگه روزگارش شد جهنم واقعی. هر طور شده بود باید این بچه سقط میشد. حتی چند بار فکر فرار با محسن به سرش زد و بهش گفت، ولی اون وقتی فهمید اوضاع پسه رفت و دیگه پشت سرش هم نگاه نکرد. اینم به هر دری میزده واسه اینکه دزدکی بره و بچه رو بندازه، ولی نشد که نشد. یه بارم شوهرش فهمید و دیگه چنان مراقبش بود که کامل قید این فکر رو زد. بعد از 9 ماه شکنجه روحی بالاخره بچهش به دنیا اومد. خودش گفت خدا رو شکر شباهت خیلی زیادی به خودم داشت. البته به محسنم شباهتایی داشت که بعداً معلوم شد. دختر گفت که زندگیشون با اومدن بچه شاد و شادتر شد تا اینکه یه روز اتفاق وحشتناکی افتاد. سر و کله محسن پیدا شد. فهمید که معتاد شده و حالا ازش باج میخواست که رازشو فاش نکنه. اینم هر چقدر پول میخواست بهش میداد. نمیخواست شوهرش چیزی بفهمه، نه از رابطش با محسن، نه اینکه بچه مال خودش نیست. هر طوری بود پولایی که محسن میخواست و جور میکرد. از دزدیدن پول توی جیب شوهرش بگو تا فروختن طلاهاش به بهانه گم شدن. یه روز پول خیلی زیادی ازش خواست که هیچ جوره براش مقدور نبود تهیه‌اش کنه. کارش شده بود صبح تا شب دعا کردن که خدایا من یه اشتباهی کردم، ببخش، نذار آبروم بره، شر محسن رو از سرم دور کن. اینجاست که میگن چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. اون تعریف کرد که انگار دعاهاش کاملا بیفایده بود و روز به روز اون بیشتر تهدیدش میکرد. یه روز خیلی حالش بد شده و کلی گریه کرده و التماس به خدا. گفت یهو حالم بد شد و نفهمیدم هرچی فحش رکیک بود به تمام مقدسات گفتم. اینو که گفت برگشتم سمتش و گفتم مگه مقدسات باید تاوان بیعقلی تو رو بدن؟ دنیا دار مکافاته، وقتی خطایی میکنی باید به نتیجهش هم فکر کنی. دختر گریه کرد. گفتم خب حالا بقیهشو بگو. با صدای لرزونش که به خاطر بغض بود گفت برای اینکه به خیال خودش حرص خدا رو در بیاره گفته ای ابلیس بزرگ تو کمکم کن، تو از خدا بهتری، اگه کمکم کنی از این به بعد تو رو خدای خودم میدونم. اون تون با خودش میگفت اعوذ بالشیطان من الله. بعد ادامه داد مثلا با این کارم میخواستم توجه خدا رو به خودم جلب کنم و دلش برام بسوزه، غافل از این که وقت تاوان پس دادن رسیده، هم واسه خیانت به همسرم، هم واسه به دنیا آوردن یه بچه نامشروع، هم توهین و دل بریدن از خدا. خلاصه اون شب دختری خواب دیده، خوابی که توش یه مرد سیاه پوش قد بلند که صورتشو نمیدیده اومده جلو و گفته من عور هستم، از یاران پادشاهم. توی خواب فهمید منظورش از پادشاه همون ابلیسه. عور بهش گفت به زودی شوهرت پی به خیانتت میبره و همه چیزو میفهمی. تو هم آبروت پیش شوهرت و خانواده‌اش میره. اون روز آرزوی مرگ میکنی. بعد یه خنده شیطانی و کریه کرد و حرف روز قبل دختره رو تکرار کرد. اعوذ بالشیطان من الله. باورت نمیشه چقدر سرورم از این حرف تو خوشحال شد. تا به حال هیچ کس همچین حرفی نزده بود. تو عرش خدای یه فحش رکیک به خدا داد. رو به لرزه در آوردی. سرورم منو فرستاده تا به تو کمک کنم. دختره هم گفت خدا اگه خوب بود کمکم میکرد، من ازش متنفرم. شما کمکم میکنید؟ گفت ما کمکت میکنیم اما شرط داره. باید بری سمت توالت خونتون. قرآن خونتون رو برداری تا 14 روز هر روز یه برگشو بکنی و بندازی اون تو و بعد بشینی روش و لا اله الا الله. اینو که شنیدم بدنم لرزید. حتی فکر کردن بهش هم خیلی سخته، چه برسه بخواد انجامش بده. بعد گفت عور بهش گفته که بعد از 14 روز خطاب به بچت میگی تو بنده ملک طاووسی. سرورم نگاه ویژه‌ای به بچه‌های حرومزاده داره. نمیدونی چه کارایی ازشون برمیاد و چه توانایی‌ای دارن. و بعد همچنان میخندید و نعره میزد یا ملک طاووس، یا ملک طاووس، و میچرخید و آروم آروم دود میشد و به سمت بالا میرفت. دختره از خواب پرید و کل بدنش خیس عرق بود. چنان ترسی داشت که از صدای نفس خودش هم وحشت کرد و مثل بید به خودش میلرزید. با خودش گفت خدایا این چه خوابی بود، خودت کمکم کن. یه جورایی از کفری که گفته بود پشیمون شد.
چند روزی گذشت و دوباره سر و کله محسن پیدا شد و پافشاری میکرد و تهدید تا بلکه دختر پولو بهش بده. حتی یه بار در کمال ناباوری دیده که اومده دم در خونه‌شون. از اضطراب خون توی رگاش خشک شده بود. ترس این که نکنه کسی بیاد و اونو ببینه. دختره گفت نفسم بالا نمی اومد. دهنم خشک شده بود و به تته پته افتاده بودم. هر روز تک زنگ میزد خونمون. با خودم فکر کردم دیگه راهی نیست. اون کار انجام میدم ببینم چی میشه و در نهایت توبه میکنم و دوباره حرفمو پس میگیرم. بعد از رسیدن به خواستم شیطان رو لعنت میکنم و شروع میکنم به نماز خوندن و کلک میزنم بهش تا کمکم کنه. غافل از این که خودش خر بود نه شیطان. اون خودش ختم این کاراست. بعدش اون کاری که نباید میکرد و کرد. رفت و قرآن رو آورد و چند تا از برگه هاشو پاره کرد و رفت سمت دستشویی. طبق چیزی که عور بهش گفته بود عمل کرد و نشست تو دستشویی و بعد از اینا خودش تعریف کرد که روزای اول خیلی دلهره داشت و با ترس و لرز انجامش میداد. ته دلش یه غلط کردمی بود، اما از روز چهارم پنجم به بعد دیگه براش عادی شد و راحت انجامش میداد. هر روز خطاب به پسرش میگفت تو بنده ملک طاووسی. چند روزی از محسن خبری نشد تا بالاخره با کلی پرسجو فهمید سنگکوب کرده و مرده. خیالش از بابت مزاحمت‌های محسن و فاش نشدن رازش راحت شد. دیگه چیزی واسش مهم نبود. فقط مهم این بود که شر محسن از سرش کم شد. دائم به این فکر میکرد اگه کسی میفهمید کل دودمانش نابود میشد. در نهایت خوشحال از اتفاق افتاده یه روز قرآن رو برداشت و با خودش گفت دیگه وقتشه که توبه کنم و برگردم به سمت خدا. قرآن پاره شده رو برداشت که با خدا حرف بزنه و توبه کنه، اما همین که قرآن رو باز کرد توجهش به این آیه جلب شد. ای انسان، آیا از شما عهد نگرفتیم که پیرو شیطان نباشید؟ به راستی که او دشمنی آشکار برای شماست. دختر حس و حالشو بعد دیدن این آیه اینجوری برام توصیف کرد. یهو حری دلم ریخت و ته دلم خالی شد. انگار خدا با من حرف زد و گفت عزیزم هر کاری تاوانی داره. ولی به هر حال من توبه کردم. چند روزی گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد، اما کم کم رفتارهای بچم تغییر کرد. مثلا شیر نمیخورد. هرچی بهش میدادم بالا می آورد. توی خواب یهو میزد زیر گریه یا اینکه یهو جیغای وحشتناک میکشید. چند باری بردمش دکتر. دکترها میگفتن چیزیش نیست و بچه سالمه، اما من خودم میدونستم که یه چیزیش هست. اون تعریف کرد که هر روز وضع پسرش بدتر از روز قبل میشد. یه شب که از خواب بیدار شد دید بچهش سر جاش نیست. بچه تازه راه رفتن رو یاد گرفته بود. مادرش که همین دانشجوی خودم باشه سریع برق رو روشن کرد و مثل دیوونه ها تو خونه، تو پذیرایی و تو اتاق دنبالش گشت. یهو دید ایستاده تو آشپزخونه و زل زده به دیوار. صداش که کرد بچه برگشت سمتش و یه نگاه و خنده عجیب کرد که غیر معمولی و شیطانی بود. البته در قالب خنده بچگانه. رفت بچه رو برداشت و برد که بخوابونه. شوهرش بیدار شد گفت چی شده؟ جواب داد چیزی نیست، بدخواب شده. یهو شوهرش گفت اون چیه تو دستش؟ مادرش وقتی نگاه کرد با تعجب دید چند تایی تار موی بلند که مطمئن بود مال خودش نیست توی مشتش گرفته. آخه موهای خودش رنگی بود. دختر در ادامه برام تعریف کرد که اون موها رو از دستش در آوردم و بردم انداختم تو سطل آشغالی و خوابیدیم. اما این بیقراری و بیخوابیاش و مخصوصا بالا آوردناش ادامه که داشت هیچ بدترم شده بود. اوایل شیر میخورد ولی دیگه این اواخر شیرم نمیخورد و هر غذایی بهش میدادم بالا می آورد. جالب اینجا بود که اصلا لاغرم نمیشد یا سوء تغذیه نداشت. اون گفت که هر شب غیب شدن بچهش توی خواب ادامه پیدا کرد و گاهی وقتا بیدار که میشد و میدید بچهش سر جاش نیست میرفت دنبالش و هر بار از یه جای خونه پیداش میکرد. یه شب که بیدار شد و باز دید بچه نیستش طبق معمول رفت تا توی خونه رو بگرده، اما این بار هرچی دنبالش میگشت پیداش نمیکرد. آخر سر دید رفته توی کمد. توی همین حین شوهرش بیدار شد و یه لحظه با هم صداش زدن. دختر گفت به خدا قسم اگه دروغ بگم بچه‌ای که نمیتونست حرف بزنه برگشت و با یه صدای کلفت و وحشتناک یه فحش خیلی بد و رکیک داد که با این کارش تمام تنم یخ کرد. از ترس جیغ زدم. به شوهرم گفتم شنیدی چی گفت؟ ولی شوهرم گفت نه من چیزی نشنیدم. ولی به خدا گفت مطمئنم من شنیدم. ادامه تعریف ماجرای دختر این شد که هرچی میگذشت رفتارهای بچهش عجیبتر میشد.
اون همیشه با یه دوست خیالی بازی میکرد. گاهی میخندید، گاهی خیره میشد به یه جا و مدت‌ها تکون نمیخورد. بعد که حرف زدن یاد گرفت، با یه آدم خیالی حرف میزد و کلماتی به کار میبرد که برای اونا هیچ معنی و مفهومی نداشت. گفت که بچه دیگه آبرو براشون نذاشته بود. از بس رفتارها و کارهای عجیب غریب میکرد. به سفارش چند نفر رفتن پیش چند تا دعانویس، اما دعاهایی که میدادن فقط 1-2 هفته خوب بود و باز میرفت سر خونه اول. دیگه رسما اون و شوهرش از کارا و رفتارهای بچه افسردگی گرفته بودن. یه شب که دختر و بچهش تنها بودن، اون رفت توی حموم که فقط موهاشو بشوره. تعریف کرد که در رو هم نیمه باز گذاشته بود تا حواسش به بچه باشه. اما همین که موهاشو شامپو زد، شنید پسرش داره میخنده و با یکی حرف میزنه. با سر کفمالی دوید توی پذیرایی و دید بچه رفته گوشه حال ایستاده. روش به سمت دیواره و داره به یه نفر نگاه میکنه و حرف میزنه که معلوم بود آدم قد بلندیه، چون سرشو کاملا بالا گرفته بود و با دستاش ادایی در می آورد که اصلا شبیه اداهای بچه ها نیست. از وحشت بدنش قفل کرد و دهنش شده بود عین چوب خشک و اینقدر ترسیده بود که کنترل ادرارش رو از دست داد. بدتر از این صحنه بعدی بود. اون دیده بود که از یه طرف دیوار که دید کاملی بهش نداشت، یه دست سیاه و پر از مو شبیه دست گوریل اومد بیرون و یه چیزی گذاشت تو دهن پسرش. اونم شروع کرد به خوردن. دختر گفت دیگه از دیدن این اتفاق رسما بیهوش شدم. نفهمیدم چی شد. وقتی به هوش اومدم که شوهرم با وحشت داره میزنه توی صورتم و ازم میخواد که چشمامو باز کنم. وقتی نگاهم به صورت رنگ و رو پریده شوهرم افتاد که به پهنای صورتش اشک میریخت و گریه میکرد، حالم از خودم به هم خورد. من با کارام بیچارش کرده بودم. وقتی کامل به هوش اومدم کل ماجرا رو واسش تعریف کردم. اونم ترسیده بود. مدام میگفت میبریمش مشهد، میبندیمش به ذریح آقا امام رضا تا شفاش بده. اینجا بود که وسط تعریف کردنش یه مکث کرد. به وضوح دیدم که از بازگو کردن این ماجرا هم عذاب میکشه، چه برسه به این که تجربهش کرده بود. یه لیوان آب بهش دادم و صبر کردم یکم به خودش بیاد. بعدش دختر گفت که خودش از ته دل میدونست این کار نشدنیه، چون این بچه حروم و خدا داده که اون عذاب بکشه به خاطر عهدی که با شیطان لعین بسته. دیگه کم کم کنترل بچه از دستشون خارج شده بود، اما وضع از جایی بدتر شد که بچه به حرف افتاد. اون گفت اولین کلمه‌ای که پسرش به زبون آورد کلمه اعور بود. وقتی فکر کرد که این کلمه رو کجا شنیده، به یاد خواب اون شب خودش افتاد که اون شیطان خودش رو اعور معرفی کرد. این شد که عرق سردی کل وجودش رو گرفت و دوباره دلش آشوب شد. دختر گفت من که کارم شده بود قرص اعصاب خوردن و شوهرم هم سیگار پشت سیگار. این اواخر دیگه تریاکم میکشید ولی هیچ چیزی نمیتونست ما رو آروم کنه، چون هر چی زمان میگذشت وضع بد و بدتر میشد. حالا از اینجای داستانو از زبان خود دعانویس براتون تعریف میکنم. راستش راجع به این که حرفاش راسته یا دروغ نظری نمیتونم بدم، هرچند تو دنیایی که ما زندگی میکنیم و بعد ماورایی که من توش فعالیت دارم هیچ کدوم غیر ممکن و دروغ به حساب نمی اومدن. و همین که وقتی حال و روز خراب و اشکا و درموندگیشو دیدم مطمئن شدم که یه چیزی هست و دلیلی نداره دروغ بگه. غیر از این یه ذهن خیلی خلاق میخواد تا این اتفاقاتو از خودش بگه. به هر حال من که علم این کارو دارم با ورود به زندگیشون فهمیدم که همه چی راسته و دروغی تو کار نیست. من بهش گفتم واسه دعا مینویسم و ببر کارایی که میگم انجام بده. منتها هر اتفاقی که افتاد ولو ساده و خیلی کم اهمیت باید به من بگی تا در جریان باشم. بعدش چند تا دعا بهش دادم که یه تعدادش خوندنی بود و یه تعدادش باید وصل میکرد به پسرش، اما بچه تحت هیچ شرایطی اجازه نمیداد. نسبت به بچه بودنش زورش انقدر زیاد بود که اونا نتونستن باهاش مقابله کنن. وقتی بچه سماجت مادرش رو دید، واسه این که دعا رو بهش آویزون نکنن برگشت و یه حرفی بهش زد که اون میخکوب شد. با عصبانیت و صدایی دورگه بهش گفت هرزه خطاکار. دیگه رسما قلبش داشت از سینه‌اش میزد بیرون. کمی که آروم شد به پسرش گفت که این دوستای خیالی که باهاشون حرف میزنی کجان؟ بچه یه چند دقیقه خیره به مادرش سکوت کرد و بعد اشاره کرد به پشت سر اون و گفت اینا از مامان و بابا بهترن و نگاهی شیطانی به مادرش کرد که بند دلش پاره شد و وقتی این حرفو ازش شنید انگار دنیا رو سرش خراب شد.
شنیدن این حرفا از زبون یه بچه کوچیک واقعا آدمو تا مرز جنون میبره. خلاصه با توجه به ضرب و زورش دختر واسه وصل کردن دعا به پسرش موفق نشد و بیخیالش شد. اون برام تعریف کرد شب وقتی که خوابیدن نزدیک نیمه های شب از کشیدن دستی به پشتش بیدار شد. یه نفر داشت با یه حالت خیلی بد دستشو آروم آروم میکشید روی کمر و پشتش. وقتی برگشت چشمش خورد به پسرش که یه لبخند شیطانی رو لبش بود و با یه نگاه کثیف و هوس‌انگیز زل زده بود به مادرش. دختر گفت که از کار پسرش چندشش شده بود و داشت بالا می آورد. خواسته پرتش کنه اون طرف که توجهش به یه سایه کنار کمد جلب شده. سایه یه آدم قد بلند که صدای نفسهاشو کاملا واضح میشنیده. تو شک بوده که چه عکس‌العملی به کار چندش پسرش انجام بده که دیده با یه خنده ریز بهش نگاه کرده و نگاهش به سمت اون سایه سیاه کشیده شده. دختر از وحشت شروع کرد به جیغ کشیدن و با دستپاچگی شوهرشو بیدار کرد. اونم بلند شد و چراغا رو روشن کرد و دید کسی اونجا نیست. دختر شروع کرد به گریه کردن و همسرش دوباره اونو دلداری داد که نگران نباش، میبریمش مشهد پیش امام رضا، حالش خوب میشه، من مطمئنم. اون گفت که روز شد و شوهرش رفت سر کار. دخترم از فرط خستگی دراز کشید و خوابش برد. تو عالم خواب دیده بود همون شیطانی که خودشو عور معرفی کرده بود پسرشو بغل کرده و یه چیزی شبیه گوشت خام داره میذاره دهنش و اونم میخوره. دختر شروع کرد به داد زدن و خدا خدا کردن که این کارو نکن، تو رو به خدا قسمت میدم، بچه‌مو ول کن. یهو شروع کرد به خندیدن و گفت این خدایی که منو بهش قسم میدی همون خدایی نیست که اون کارو باهاش کردی؟ اشاره به کاری که با قرآن کرده بود. تو باید به عهدت با سرورمون پایبند باشی. حق نداری زیر پیمانت بزنی و از دستورات سرورمون تمرد کنی. سرورمون برای این بچه حرومزاده برنامه ها داره. و بعد دست پسرشو گرفت و شروع کرد به دویدن. دخترم جیغ میزد و دنبالشو میکرد که یهو از خواب پرید. اون گفت که وقتی بیدار شد دید پسرش امیر هم بیدار شده و پشت بهش نشسته و داره یه چیزی میخوره. دختر ادامه داد به والله که اگه دروغ بگم دهنشو باز کردم دیدم یه تیکه گوشت خام که داره خون ازش میچکه تو دهنشه. از تو دهنش درش آوردم و گفتم اینو کی بهت داده فلان فلان شده. وقتی خوب نگاش کردم دیدم یه چیزی شبیه به پرده‌ایه که تو شکم مادره و جنین توش رشد میکنه. حتی فکر کردن به این که یه همچین چیزی دست بچه آدم باشه و داره اونو میخوره وحشتناکه و مطمئناً هیچ کس نمیتونه اون حس استیصال و درماندگی دختر رو بفهمه. اون تعریف کرد که واقعاً دیگه بریده بود و هر روز یه ماجرا، یه اتفاق ترسناکتر از روز قبل به وحشت اون اضافه میکرد. مثلا یه شب توی حیاط خونه‌شون متوجه شده که یه گربه سیاه زل زده به خونه اونا و انگار چیزی رو میدیده که اونا نمیدیدن. یه شب هم دراز کشیده بود، شوهرش اومد اونو صدا کرد و گفت بیا دنبالم یه چیزی بهت نشون بدم. آروم رفتن دم اتاق پسر و دیدن داره با 3-4 نفر بازی میکنه ولی اونا نمیتونستن اون اشخاصو ببینن. فقط میدیدن عروسک یا توپی که داره باهاش بازی میکنه از یه طرف پرت میشه یه طرف دیگه و بعد پرت میشه تو دست پسر بچه. اونم میندازتش واسه یه نفر دیگه و همینطوری اون شی دست به دست میشه. اونا فقط پسر بچه رو میدیدن و دیگه از ترس نفسشون بالا نمیومد. شوهرش شروع کرد به بسم الله گفتن که یهو پسر بچه برگشت و با عصبانیت گفت اسم اون خدای فلان فلان شده رو نیار. دختر و شوهرش از ترس عقب برگشتن و اونجا بود که زنگ زدن به همون دعانویس و کل ماجرا رو واسش تعریف کردن. اونم گفت هیچ کاری نکنین و دیگه وارد اون اتاق نشین. باید تا اذان صبح صبر کنین. منم دیگه بیشتر از این کاری از دستم بر نمیاد و توان مقابله با اونا رو ندارم. حرف اون درست بود و به محض شنیدن اذان صبح همه چی تموم شد و پسرشون به حالت عادی برگشت. اینجا بود که حرفای دختر تموم شد. صبح روز بعد آدرس گرفتم و با یه مدیوم که میشناختم رفتم خونه شاگردم. دلم واقعا برای شوهرش میسوخت. نمیدونین چطور اشک میریخت و گریه میکرد واسه پسر بچه. طفلی هم بهش خیانت شده بود، هم داشت یه اتفاق وحشتناک رو به چشم میدید و هم واسه بچه‌ای نگران بود که بچه خودش هم نبود. دلم براش آتیش گرفت. به هر حال مدیوم گفت که اونا از خونه برن و تا وقتی بهشون نگفته برنگردن. بقیه ماجرا از زبون مدیوم نقل میشه. رفتم توی اتاق و به بچه گفتم امیر اسم دوستات چیه؟ میشه به من بگی چند نفرن؟ ولی مدام به چپ و راستش نگاه میکرد و میگفت نه نمیگم.
یه سری کارا کردم و چند تا دعا خوندم، دیدم اینجوری نمیتونم چیزی بفهمم و متاسفانه نمیشه برای این بچه کاری کرد. چون این یه بچه نامشروعه و از رابطه حرام به دنیا اومده، یه سری کارهایی که برای بقیه میشه انجام داد واسه این نمیشه انجام داد. خلاصه از اون خانواده درخواست کردم که من باید شب اینجا بمونم. اونا هم قبول کردن. هدف من این بود که برم تو عالم خواب و از اونجا یه چیزایی بفهمم، چون عالم خواب به بعد زندگی اجنه نزدیکتره و راحت‌تر میشه ارتباط برقرار کرد. خلاصه واسه رفتن به عالم خواب یه سری کارا کردم و دعاها خوندم و رفتم تو بعد اونا. تو عالم خواب 5 تا سایه سیاه دیدم که امیر وسطشون ایستاده بود. البته بگم این عالم خواب با خواب واقعی فرق داره. این یه چیزی شبیه خواب مصنوعیه که جسم خوابه ولی مغز کاملا هوشیاره. به هر حال ازشون خواستم که چهرهشون رو بهم نشون بدن. یکیشون اومد جلو. دیدم یه خانم با چهره فوق‌العاده زیبا، درست شبیه اون دختره تو فیلم ارباب حلقه ها بود. بهش گفتم چهره واقعی تو بهم نشون بده. گفت میترسی پسر فلانی؟ اسم جد بزرگم که از دعانویسای بزرگ بود و آورد. گفتم نه مشکلی نیست، نشونم بده. اونم چهره واقعیش که واقعا خیلی ترسناک بود اما واسه من غیر عادی نبود رو نشون داد. گوشای بزرگ و نوک‌تیز داشت. دستاش انگار یه شیار وسطش بود که انگشتاشو 2 قسمت کرده بود و برخلاف اجنه سم نداشت. پاش شبیه پای فیل بود و از زانو به بعد انگار پاش برعکس شده بود. قد و قوارش هم اندازه یه انسان بود. البته اونا نژاد مختلف دارن. وقتی چهرهشو دیدم شروع کردم به خوندن یه سری اذکار که دیدم شروع کرد با دهنکجی به من خندیدن و با من در خوندن همراهی میکرد و میگفت این یه پیمانه، ما در روح فرزند زنازاده شریکیم. این عهدی بود که مادرش با ما بسته. خدا سرنوشت این پسر و مادر رو به مدت نامحدودی به ما سپرده و تو هیچ کاری نمیتونی براشون انجام بدی. لازمه که اینم بگم صحبت کردن با اونا مثل تلپاتیه و مثل واژه و صحبت کردن با آدمیزاد نیست. ازش پرسیدم کی شما رو رهبری میکنه؟ جواب داد مالیخ آور، که به زبان اجنه مالیخ یعنی ملک، که در واقع معنی پادشاهه. و باز به تاریکی برگشت و من از عالم خواب بیدار شدم. وقتی بیدار شدم متوجه شدم که پدر و مادر امیرم بیدارن. من رفتم و قضیه رو براشون توضیح دادم، اما نه کامل. نمیشد اونا رو ناامید کنم. براشون چندتایی دعا نوشتم اما میدونستم من و امثال من قدرت مقابله با شیطانی مثل آور رو نداریم. مخصوصا این که من با بچه‌ای که حرامزاده بود و مادری که با شیطان پیمان بسته بود مواجه بودم و از دستم هیچ کاری بر نمی اومد. من استاد دختره هستم. ترم به پایان رسید و من از شاگردم بی اطلاع بودم چون دیگه دانشگاه نمی اومد. ولی با خبر شدم که همسرش فوت کرده. باهاش تماس گرفتم که گفت بله، شوهرم سکته قلبی کرد و فوت شد. حال پسرم همچنان وخیمه و هر روز بدتر میشه. از اون مدیوم خواستم تا چند تا طلسم براش بنویسه و به دختر گفتم تا بیاد اونا رو ببره، ولی نیومد. به قول خودش اون داره عذاب میکشه به خاطر گناهش. متاسفانه اون دختر هیچ طلسمی واسش کارساز نیست، چون آور اهریمنیه که بیش از 200 سپاه شیطان رو رهبری میکنه. این داستان قصه نیست. همونطور که مطمئن این شب تاریک و روز روشن، مطمئن باشین که این داستانم حقیقت داره. شاید باورش سخته و شاید بخندین، ولی از من به شما نصیحت: وقتی پاتو از خونه میخوای بذاری بیرون و داری دنبال کاری که خلاف یا گناه میری، بسم الله بگو، حمد و توحید بخون یا آیت الکرسی. این یعنی هنوز به خدا وصلی و یه جایی به موقع دستتو میگیره و از مرداب میکشونتت بیرون.